سلام دوستای عزیز. بچه‌ها ارگی که می‌بینید یه زمانی واسه خودش برنامه برده بوده. ما وقتی که تازه عروس‌دوما جلو در بودن می‌فهمیدیم ارگمون ریت نداره. این صدا که میومد یعنی ارگمون ریت نداره. حالا سریعاً ریت سازی. طریق ریت سازی با کردن ریتم‌ها بعد با سرعت زیاد ریتمو که پاک کنید. تازه باید عضلاتتون آماده باشه برای اجرا. سرعتش رو می‌بریم بالا. دقت کنید. بریم. حالا بیس کورد اینا رو که میساختیم آماده بود برای آهنگ مبارکباد. تازه بعد میرفتیم آهنگ مبارکباد رو میزدیم. شاد باشید. مثل ما با اینا بود.